پارلمانی تاجیکستان قانونی را تحریر دارد که بر اساس آن سیمکارت و تلفن‌های موبیلی و دیگر دستگاه‌های ارتباطی به ساکنان تنها بعد از گرفتن ایزی انگشتان فروخته می‌شود. این قانون را پارلمانی تاجیکستان با نام به قیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی هنوز سال 1999 قبول کرده بود و حالا تصمیم است با در نظر داشت تهدیدهای امنیتی آن دوباره بازنویسی شود. در صورت تصویب الوه‌ها به این قانون هر شهروندی از 16 ساله بالا عهده‌دار می شود که از قید داکتیلوسکوپی یا خود گذاشتن ایزی انگشتان هنگام گرفتن شناسنامه، شهادتنامه رانندگی و دیگر حجت‌های تصدیق کننده شخصیت گذرد. فروختن سیمکارت و دستگاه‌های الکترونی ارتباطی نظیر تلفن موبیلی به افراد اجازه داده می شود که از قید داکتیلوسکوپی گذشته باشند. چند دانه سیمکارت میگیرد محدودیت ندارند که وقتی که سیمکارت میگیرد باید که از قید داکتیلوسکوپی گذرد. این هم یک یاردمچی سوبیکتانی ضد تروریستی است. سال 2012 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرمانی صادر کرد که هنگام گرفتن حجت رانندگی رانندگان باید ایزی انگشت سپارند، اما پس از ناراضگی رانندگان که سپردن ایزی انگشت در قانونها مجبوری نیست، وزیر کارهای داخلی فرمان خود را دوباره بیکار کرد. حالا اکثر ساکنان از قبول قانونی که سپردن ایزی انگشتان را حتمی میکند جانبداری مینمایند. فکر ما این قانون در جمهوری تاجیکستان خیلی خوب است، چون که بعضی آدمانی هستند که برای تاجیکستان میخواهند که ضرر آورند و هنگامی که این کار نامطلوب را میکنند زود کارگران وزارت کارهای داخلی میتوانند آنها را زود دستگیر کنند. تا سال گذشته در خیابان‌های شهرهای تاجیکستان امکان خریداری سیمکارت‌های شرکت‌های موبیلی بدون نسخه شناسنامه ممکن بود، اما حالا پس از نظارت جدی این امکان ناپذیر شده است. اما هنوز هم بدون شناسنامه و کدام حجت تصدیق کننده شخصیت تلفن و دیگر وسایط ارتباطی در تاجیکستان خرید و فروش می شود. 16 سال پیش وقتی که قانون درباره به قیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی قبول شده بود، دستگاه‌های ارتباطی الکترونی مثل سیمکارت‌ها و تلفن‌های موبیلی به طور عمومی استفاده نمی‌شدند. از این رو وکیلان پارلمان تحریر و تصویب این قانون را که روزهای نزدیک برای بررسی پیشنهاد می‌شود ضرور و حتمی می‌شمارند.